میگن به خاطر ارتباطاتی که وجود داره دنیا حالا به یک دهکده کوچک تبدیل شده. میدونید یکی از ویژگی های دهکده این هستش که در اون همه همدیگر رو میشناسند. از کوچه های یه دهکده که راه میری دائم با سلام و صبح بخیر رد میشی، لبخندهای گرم میگیری، لبخندهای گرم میدی. ولی متاسفانه این جهان دیگه دهکده کوچک نیست. آیا متوجه شدید که چقدر در این دنیا احساس غریبی میکنیم؟ در وطن خودمون غریبیم، در شهر خودمون غریبیم، حتی در میان خانواده خودمون هم غریبیم. میدونم که این حرف خیلی کلیشه شده، ولی حقیقتاً ما حتی با خودمون هم دیگه غریبیم. این معضل دلایل انسان شناختی، حتی دلایل جامعه شناختی مختلف میتونه داشته باشه، ولی دلیل هر چه که باشه نهایت به این ختم میشه که بین ما و دیگران دیوار به وجود اومده. ما انسان ها چنان در میان این دیوارهایی که بین ما کشیده شده محصوریم که دیگه طریق سلام دادن به همدیگر و لبخند زدن به همدیگر رو هم از یاد بردیم. حتی اگه به همدیگه نگاه هم بکنیم قلبمون از هیچ حسی پر نمیشه. هر کس در میان دیوارهایی که خودشو توش زندانی کرده زندانی هست و چنان به این دیوارها عادت کردیم که حتی فروپاشیشون هم ما رو از ترس پر میکنه، چه برسه به این که عملاً بخوایم اونها رو فرو بریزیم. بسیاری از مواقع این دیوارها برامون اتفاقاً بودنش موجهه و یا به طریقی بودن اونها رو واسه خودمون توجیهشون میکنیم. دیوارهای تحصیل، دیوارهای موقعیت خانوادگی، دیوارهای تهرانی شهرستانی، دیوارهای اندیشه و تفکر، دیوارهای مذهب و نتیجه انسان نسبت به هم و حتی نسبت به خودش بیگانه است. چرا اینا رو گفتم؟ چون دیشب در یه جایی یکی از من دینم رو پرسید و وقتی گفتم مسیحی هستم گفت وای خوش به حالتون، راحت عرق میخورید. و بعد اشاره کرد به داستان تبدیل آب به شراب که عیسی در یک مجلس عروسی این معجزه را انجام داده بود. این شخص و بسیاری دیگه حتی مسیحیان از این واقعه فقط همین رو میبینند. ولی اون مجلس عروسی عزیزان من نمونه کوچکی از جامعه انسانی ماست و مهم نیست در کجای زمین و در چه تاریخی باشه. ما انسان‌ها در میان دیوارهایی که خودمون واسه خودمون ساخته ایم زندونی هستیم. مثلا عده‌ای وقتی که میشنون عیسی آبو به شراب تبدیل کرده اونو باورش نمی‌کنن. بلافاصله تو ذهنشون دیوارهای مختلف به وجود میاد. عیسی معجزه میکنه ولی این معجزه با اون چه که از عیسی انتظار دارند جور در نمیاد. آب رو به شراب تبدیل میکنه. ترجیح این افراد این هستش که عیسی شراب رو به آب تبدیل کنه. این بیشتر با پیش فرض هایی که در ذهن خودشون نسبت به عیسی دارند جور در میاد. و بعد تو اون داستان ما با 6 خمره سنگی پر از آب روبرو هستیم که عیسی اونها رو اتفاقاً به شراب تبدیل میکنه و همین خمره ها از دیواری به پهنای یک ملت صحبت میکنند. 6 خمره سنگی در اونجا برای نگه داشتن آب نوشیدنی که نبود، از اون فقط برای غسل استفاده میشد. چرا که
بزرگترین دیواری که یهودیان بین خود و دیگر نژادها ایجاد کرده بودند این بود که ما مقدس هستیم و اونها نجس هستند. برای همین هم با این تفکر که در بیرون در معاشرت هایی که دارند دستشون به این گونه افراد و به افرادی که گناهکار هستند برمیخوره و نجس میشند به محض اینکه به منزل میرسیدند با اون آب دستهای خودشون رو غسل میدادند تا از نجاست روحانی تمیز بشن. اونها دستشون رو غسل میدادند در حالی که خود همین نگرش، خود همین تفکری که نسبت به دیگر مردم در قلب و در فکر اونها بود اونها رو نجس نگاه می داشت و عیسی اتفاقاً اون آب رو به شراب تبدیل میکنه. بعد با دیوارهایی روبرو هستیم که در میان مهمونها وجود داره. یکی از اونها هم که مهمانی عروسی رو داشت میگردوند. اون بابا در حالی که داشت شرابو میخورد تو این فکر بوده که این شراب چقدر ارزونه، چقدر بیکیفیته. میدونید این وسط چه کسانی فراموش شده بودند؟ عروس و داماد و علت بودن اونها در این مهمونی. و تنها کسی که نمیذاره در ذهنش دیوار کشیده بشه مریمه. ببینید مریم دلایل زیادی داشت که بین خودش و افرادی که اونجا بودن دیوار بکشه. من و شما از حقیقت چگونگی تولد عیسی خبر داریم، ولی مردم که اونو باور نکرده بودن که بعدها در روایت انجیل میبینیم که چطور به عیسی توهین میکنن و او رو حرامزاده میخونن. مریم در طول سالیانی که عیسی بزرگ میشد در زیر این اتهام قرار داشت، ولی ببینید چقدر والا مقام بوده که اجازه نده بین او و این مردم دیوار به وجود بیاد. میدونید دیوارها در مقابل دید ما چه میکنند؟ مانع ایجاد میکنند که به درستی نبینیم. مریم در این صحنه به درستی میدید، عروس و داماد رو میدید و اینکه آبروشون چطور در خطره. مریم درد زخم زبون رو چشیده بود و میدونستش که اگر این دو به خاطر تمام شدن شراب سر زبونها بیفتن چه بلایی به زندگیشون خواهد اومد. از این رو هم نزد عیسی میاد واسه این که میدونه که انسان و آبروی او برای خداوند بسیار مهم. ولی عیسی آب رو به شرابی بسیار عالی تبدیل میکنه. محبتی رو که به اون عروس و داماد داره در چارچوب فرهنگی که درش زندگی میکنه به اونها نشون میده. عیسی به خوبی میدونه که در آینده افرادی که قلبشون نجس هستش و در میان اونها دیوارهای مختلف وجود داره و خودشون رو در این دیوارهای مختلف محصور کردن، از این کارش ایراد خواهند گرفت. ولی این برای او اهمیتی نداره. او آمده که انسانها رو، باورهاشون رو، قلبهاشون رو از بنیاد عوض کنه. عیسی آمده که دیوارها رو فرو بریزه. دوست عزیز من، در این صحنه چه دیواری برای تو آشنا هستش؟